سلام و درود بانوکو واجهان و شاد که گپ و تران برنامه ها مرچگی برنامه ها ما بلوچستان سوخت برانی باره گپ جنی سوخت برانی که ایران و پاکستان نظامیان ظلم و زور چیران واجه آرش خانزایی و سنگت محمد کد خدایی مرچی برنامه همه امراند بله پیسر چشن که گون واجه ما گپ و تران شروع بکنی یک گوانده کلیپ بچاره تو پداگو ما امرا بید. من گازال کشیم. من یک سیمسری حل کیا من بلوچستان نمدوکم. من ملک یک ازگاری و دولتمندی ملکی بله انچوش گستا دارک بودتگ که چه ایرانی یه دیگه ملکا گریبتر و نیزگارترین. من حلکا نه آب پورگا هستو نه که درمان جایی نه که تن تنها یک الکاپین جادهی. بلوچستان شمالی و دلگاهی برای مردمان گذران چه ماهیگیری و زمینداری و تهکانکاری بودند. وحدی که هامون و جازموریانی تلاوگ خشک و بند کنک بودند جا حلق و دمگانی بازی مردمی بیروزگار کنک بود. مرکزی حکومت دالچاری و بلوچستان یرجنگ سبب بود که می ملکا هیچ پیمی دولتی یا که وطی ذاتی سرمایه کاری مبید. سرکار وطی دارانی آمارند که گیشترین بیروزگار ما بلوچستانه. یک کار منی وطی گیچه نبودتگ. من چه ناچاری گازل کشی بودتگم. وحدی که منی وانگ آسر بود من هیچ کار چه گازل کشی یا عبید در گیب نکن. موتور سرا گازایل برام پاکستانه. شهرستان اصلی مزن جاده باز ترسناک و پرواگایگ سکسهتیم. یه جاده مرکه نامه جکستن هر دمان بیت کند می موتوریان که هر چه همه در رو کندگان بلکشند تو سرشکون ببند. اگنگو یک دارا گازال کشی کنه هم هر دمان بیت کند سرکار تیرگواری بکنند تو یک داران تیر بلگی تو گرد ببند. یعنی که تیر ما را بلگن تو کشک ببین. اون اگه چه زمینی را هم گازال کشی بکنه سیمسری مامورا می سرا تیرگواری کنند تو می بارا برند و پا چند لیتر گازایل هاترا ما را کشند. سرکار مامورا تن پا باجگیری هاترا می نیمه و تیرگواری کنند. حکومت ما را کاچاکچی گوشید بله ما پا زنده گوازی نگو گذران گازال کشی کنیم دیگه چاره عبید چه گازال کشی نیست. اصلی کاچاکچی گو سپاه هوارند گو سرکار همدستی یا تانک گازایل چه سیمسران گوازینن تو کسی پایان نیمه و تیرگواری نکند. من هر وقت واحق بودتگ من یک نجارین کارگاه بودتی و یک زندگی آرامی گوازینتی. هر سنگاری که پا گازال کشی روان یه پگرا کنان که منی بلیکن گودی سنگار بیبید که وقتی ماتا پدا مگیندم. پارک نکند چه رونگ راهان گازال کشی بکنه یا که گو یک داران مرگ مدام می ره چارند. گازال کشانی مرگ یه هر روچگین کسند. واجه محمد کد خدایی ما شما شروع کنه پیسراوتی اولی جستا یه سوخت برانی که انی نوکه آله که شنگ بیت اخباران سوخت برانی که پاکستان ارتش و گرد کتگن برال گرفتار بیتگن بازی نچایشان شده و تونا کشتگ. شما میواسطه توضیح بدیه این سوخت بران که پاکستان با وجودش که به سوخت نیاز هستی و وشه که سوخت اگر قاچاق بگیم برای ایران وشی که قاچاق بگیم برای پاکستان سوخت نیاز است و سیستماتیک سوخت پاکستان دولت حمایت کنه یا کسانی که آدم سوخت زیرگان پرچه سوخت برن کوشید تو برای تحت فشاری کتگن و انی باز سوخت بری بوده مرز سر معاصره ای داشته. سلام و درود به شما و همچوش شما مهمان واجه آرش خانزایی و چارکان برنامه. مثل سیاستی که پاکستان هستن در رابطه با سوخت بران و سیاستی که ایران هستن کاملا همگرانشن. یک با وجودی که پاکستان احتیاج به سوخت هستن و بله نلوتگی سوخت مردم بلوچ تحویل دولت پاکستان بده یا بلوچ یک کارا بکنند بلکه لوتی که همه افراد سپاهی و سوخت تحویل
ارتشیان پاکستان بدهند و ارتشیان پاکستان و یه سوخت منتقل بکنن به یه دیگه جای پاکستان و آنی سود و نفع استفاده بکنند. و دلیلی که ایشین که سوختبران هم سخت گیری کنند طرف مرز و اخباری که الان گزارش بوده که بعضی چه سوختبران دشت و بیابان رها کردند و تونگی هلاک بودند و شی واقعا جای بسی تاسف و زجر آور این که مردم بلوچ هم یه نیمگا هم آن نیمگا چوش یه دولتان زورانسری گوش برخورد کنند. یشی برگردی به سیاست های کلیه که ایران و پاکستان هستن، بخصوص قرارداد مرزی که شان هم هستن. در رابطه با قرارداد مرزی همیشه هماهنگ که سودخوران بجنند بکشند و بلوچ بیروزگار بکنند و یه سیاست هر وقت بوده و همیشه هم هست. متاسفانه فعلا راه حلی نیست تا زمانی که بلوچ وقت بستر مبودن و تی ملک و دستی مبودن که بتان راحت آزادانه چه مرز استفاده بکنند که بتان کاربار بکنند. پچه که ما زانیم که بعضی مردمی که یه مرز و بارده را که زندگی کردن آنی روزگار تبادل کالا گذگن سوخت یا مواد غذایی یا برنج یا میوه یا کالاهای دیگر شان رد بدر کنن به یه شکل زندگی کنن. متاسفانه ما گندگی هم ایران هم پاکستان سختگیری کنن تو بلوچان جنگ کشتن و نه که تجارت بکنن. دقیقا شما باز باشم کامل توضیح داد. بله سوخت برانی که ودا کشک بیتگم ودا گرگ و بندگ بیتگم پاکستان ارتش انی مثلا یک عده چه سوخت بران معاصره تو که داشته با وجودش که کلیپ که سوخت برانی برای لاتیه که گوشیان دنی که شارژ مانتگان تلفن همراهی که وتی گونه فیلم گرگان بازی نه چه شده تو نا مرتگو بله ودا این فیلمان تو که ظاهر هم پاکستانی هلیکوپتر ودا که موجودند که اشان سرا برال بالند تو زرگان هم پاکستانی نظامی ودا ظاهرند برال یک عده انسان ودا شد تو نا مرگیم بله یک ارتشی ودا حضوری و اشتاتا اشان سایلا چارگین و اشام مثلا برای جرم دیگه نکوتا حالا مجبور بیت که سوخت بری بکنند و انی ودا مرگاند یه ارتشی پاکستانه یا ایران سپاهی یا یه چی واسطه مثلا آذران چوه مثلا بیرحمانه اشان سرین نبوشتن تو یک عده انسانی مرگ سیلا بچارند برای یه چیزا ما پاکستان و ایران و یه چیزا هیچ وقت جامعه بین المللی پاسخگو نه. بله شما نظر پاکستان و ایران نظامی آن ذهن تو که چی گذاشتند پرچی آن چو بیرام بیتگم په بلوچان پاکستان و ایران به هیچ قانون انسانی یا اسلامی یا دینی پایبند نه، یعنی هیچ قانونی یا یشان رعایت نکنند، نه حقوق بشری بوده، نه انسانی بوده، نه اسلامی بوده. شان فقط وقتی منافع چهارگان وقتی منافع رندان منافعشان ایشن که ایجاد کردن که بلوچ به هر شکلی که مانته باید بیروزگار بوده، باید فقیر بوده، باید به همین شکلی در فقر و فلاکت دارک بوده. و یه سیاست هم پاکستان هسته هم ایران هسته. ما شما گنده که بلوچستان یک سرزمین های غنی کلا نفت پاکستان، گاز پاکستان کلا بلوچستان تامین بگه 240 میلیون مردم داخل پاکستان تمامش چه بلوچستانی منابع استفاده کنند، منابع گازی و نفتی که بلوچستان هستن، چه ماشینش بگیر تا لوگ جاگاش بگیر فقط گاز سرا چلاگن چون یه گاز فقط که بلوچستان صادر بگن استفاده بگن بلوچ به یه بدبختی و واری زندگی کنند. یه سیاستانی دولتانی سیاست نسبت به مردم بلوچن که یه مثلا پیش آره که یه ارتشی و سرباز و ننده و چهارگان که بلوچ تونیگی هلاک بیگن مرگن و هیچ کمکی نکنن. در واقع خب شما کمک نه هدیگن که بلوچ کمک بکنن، شما نابودی هدیگن که بلوچ نابود بکنن تا ایبه میبرن و کسی که گویه هدف گویه مقصد یا حتی خود بلوچ که آب و غذا و نداتین که آی زنده بمانید، آی که لوتی که هر چیز زودتر یه بلوچ ایبه بروتن یه سرزمین رو تحویل بگیرن تو و تیگی بکنن تو نفت گاز منابعی که این سرزمین تو که هست استفاده بکنن تو گشته برن. یعنی در واقع بلوچ به عنوان یک مزاحمی
گندگان داخلی سرزمین بازین معتقدن که باشن خود شما اشتباهی سرزمین ها یا نشته یه سرزمین میگن شما حق نیست یه سرزمین ها برنده و استفاده بکنی. بنابراین همچین تفکریه که هم پاکستان هست هم ایران هسته همچین دیدی هیچ موقع که بلوچ کمک و یاری ها نیاند بلکه بلوچ جنان تو گار کنند و این که طبیعی نبود هم که انتظار چه ایران پاکستان بودن که ما را کمک کنند و راهی در واقع این که ما بایستی وقتی مبارزه باید ادامه بده وقتی توار باید چست بکنه وقتی مردم باید آگاه بکنه وقتی حق و حقوق هم باید دفاع بکنه تا بتوانن که دیماتر برن که بچارن که ما شما چین چون موفق بین که وقتی حق و حقوق برسه. جی زندگ باته واجه آرش خانزایی شما در ادامه همین موضوع من واسطه بگوشه که چی واسطه سوخت برام مثلا یه شغل انتخاب کتا به ارال بازی غیر بلوچه هر بعد مثلا یه بحث سوختبری مطرح بیت که سوختبر کشک بگند یه سوال مطرح کند که چی واسطه بلوچان سوختبری شغل انتخاب کنه آیا راه بهتری چه سوختبری بلوچان هستن یا نه بلوچان برای ما بلوچان بازی نباشه که مجبورن سوختبری بکنند شما گشتر توضیح بده من واسطه که چی واسطه سوختبران مجبورن سوختبری بکنن و برچه دیگه راهی پا وقتی کار و روزگارگی چین نکنند. بله و جماعت شما دوستان درود گوشم واجه جمزه واجه کت خدایی و اگه مردم ها که مرگندگان و من جانزیب جان خدمت عرض کنم هر دوله که ما شما همی کلیپ بیت یک ما شما دیم اشتوکا و وشی ظاهره که پرچی مردم رو انتی کارا کنم هشو بلوچستان توکا ما شما گرنی بچاره 100 سال گیشه که هیچ گونه کاری پا مردم ایجاد نبیده هیچ گونه شغلی اما کاری که مردم پیسر وقت کتگان کشاورزی کتا دامداری کتگی ای کارم سیاست هایی که الان ایران حکومت بیتگان ای کارم از بین شدگان اگر مثال بجانیم ما شما همین 100 دیکارد کنند پیمشون چی یعنی پورانی سرا 100 غیر اصولی اد کنند و مش ملکا اوش کنند و کشاورز بیکار بیان ملک خوشحالی بیته و اگر ما شما ماهیگیران بچاریم سیادان بچاریم تیاب دپیگان سیاد درو بیکار بیتگان پرچیه چونکه کارایی که نی قراردادایی که ایران هستن و چینیان چانی کشتی کنند منطقه توکا سید کنند و هیچ گونه سید پس سیادان که روش سید سنتی سید کنگان نمانیتی که سید بکنن و در نتیجه ای کار درو از بین شدگان و مردم مجبور کتگان که بیاین تمی کار سوختبریه بکنن و مردم هیچ وقت حاضر نه هیچ شخص فکر نکنه حاضر بودی که گوتی جانا لید بکنت یا لغمه نگان ولی وقتی که مجبوری بیبیته و اما خانواده یا چوکانی شرمنده ما بیانته مجبورن گوتی جانا لید بکنن سوختبری یک کاری که هر روز ما شما اشکنگی درو که چندین مردم جادیانی سر کشک بیگن و انی اخیرا هم در ته یک سالی که ما شما گندگی 1 سال گیشه آنچه که واجه کت خدایی هم گوه توافقی که بین سپاه ایران و ارتش پاکستان انجام بیده که سوختبری و به صورت وطمات رسمی بکنن و بلوچن چه کار بیکار بکنن پیسر اگر سوختبر کشک بیدگان تک به تکی کشک بیدگان جادیان توکا بله انی ما شما گندگی قتل عام کنگان حادثه سراوانا بچارین 1 سال پیش اتفاق نزدیک 35-40 نفر اودا کشک بید بعد 1 سال پیش هم ارتش پاکستان انچه حرکتی انجام داد سوخته معاصره کتن شانی گاڑی گفتن سوختی گفتن و انی هم پدا چند روز پیش اتفاقی تکرار کتا واقعا دردناک سانه در نتیجه مردم به چه بیکاری واقعا مجبورن و کار سنتی ملک تو کا ایجاد نویده و کارهای اداری و درو غیر بومیان دیگ بیگن و اما کارهای سنتیه که مردم پیسر کتن که کشاورزی و سیادی و دامداری ای کارم گوتی سیاست های عمدی جمهوری اسلامیه از بین برده و مردم مجبور کتن که بیان سوختگری بکنن.
زندگ باته واجه خانزئی شما باز وش و کامل توضیح داد. واجه کد خدایی چون که سنگت آرش خانزئی گوشید که جمهوری اسلامی به هر بازین شغلی که سنتی بلوچستان تو که پیسر موجود بیتگن گون وقتی سیاست های اشتباه از بین برتگن و دریایی انچو که چینی ها اجاره داده گو سیاد بیکار بیتگن دیگه بازین شغلی انچو بیکار بیتگن و شغلایی که موجودند هم که حکومت دستان به غیر بومی داده گنتی. شما توضیح بده که آیا بلوچ ها مثلا یعنی سوخت بری کنگان با این وجود هم بلوچ ها برال جست کنند بازی نوشی بلوچ پرچه دیگه استان نرو کار کنگا ایشن که به جای سوخت بری آیا دیگه استان بلوچ ها کار ندهند یا بلوچ ها قوت نلوچ ها آنگو بروند؟ مثلا شغل داخل بلوچستان قدیما که دو وقت بوده، یک کشاورزی بوده و شان دریا و شان ماهیگیری بوده. صنعت ماهیگیری مزنی صنعتی بوده بلوچستان تو که هزاران خانوار مردم معمولا چه طریق ماهیگیری و صیادی زندش گوازین تا ماهیگی صادر کتا په بلوچستان یا دیگه جاهای ایران که معمولا تقریبا 80% ماهیگی ایران چه بلوچستان تامین بوده. بله گون سیاستانی که رژیم پیاده کتا داخل بلوچستان در واقع دو شغل اصلی پایه‌ای یکی ماهیگیریه یک کشاورزی کان چه بین برتگن خاطر سیاستای غلطی که رژیم هست. ماهیگیری هزار یک مشکلی ایجاد کرده، مسئله سوخت بوده، مسئله اجازه دهگ بوده و مسئله سهمیه ماهیگیری کلا به چینیان دهگ بوده که کل صنعت ماهیگیری سواحل مکران چبیر شده به خاطر اون سیستم ترالی که چینیان که دریا جارو کنگن که این بازی مردمی چه طریق بیکار بوده. صنعت مثلا کشاورزی بوده، ساخت یه سدانی که بلوچستان ارد بوده هیچ گونه استفاده ندهگند. یه جمع کتا آب تبخیر بگیم، نه آب مردمان آب ورگی هسته نه آب کشاورزی هسته وشین در واقع یک سیاست این که مثلا کشاورزی داخل بلوچستان تبین ببارته مردمان کلان چه آب مناطقی که ساکنان مهاجرت بکنن به حاشیه شهرها برند و در حاشیه شهرها به فقر فلاحت زندگی بکنند. یعنی یه صدانی که ارد بوده هیچ بهره برداری یه صدان نبوده، آمدانه معمولا آب خوش صدان پیره هیچ قابل استفاده نبگین و در صورتی که زمینای پایین دست صدان هم استفاده نبگین باشین بخش کشاورزی مردم کلا چه بین رگن ای طریق ضربه جرنگ پر مردم بلوچانی که معمولا به بقیه نقاط ایران در واقع هدف همشین که مردم بلوچ مهاجرت کنن چه بلوچستان برند تو یزد و کرمان و ندان شیراز و جای دیگه همانگو جامنین بیند و همانگو باید یک شغل کارگری در بگیجند که متاسفانه بازم بلوچی که ربط آنگا برخوردایی که کنگند برخورد ناشایستی بگن طرف کارفرمایان گجری که یزد و کرمان و جای دیگه هستن که مردم بلوچ که به عنوان افغانی هم گاهی برخورد کنگند تو بازین بلوچشان ضرب و شتم کتا که شما افغانی و شما چیه کنه و ما شاهد شیم بوده که بازی اینجا هم اعلامش کتا بنرش داده که بلوچان کار مده، بلوچان منزل اجاره مده و یک برخوردی راسیستی و نجات پرستی هم در داخل خود جامعه مرکز ایران هستن که شین باعث بوده که مردم بلوچان آنی مگه هم مرند و تنها چیزی که پاهم پشکفی همین سوختبری و همین کم کارباری که بلوچستان هستن که یه شغلانی که داخل بلوچستان هستن این شغلان دولت و سپاه یشان به غیر بلوچ یا به بلوچانی که سک نزدیکن دهانتش که معمولا که سک کم گشتر به غیر بلوچ دیگ بوده شغلان داخل بیمارستان ها معمولا خب مارشون بگنده یعنی چون معلم تو بلوچستان کمبود معلم هستن غیر بلوچان نیان داخل بلوچستان معلمی بکنن ولی یه شغلان بلوچان ندهند. مسئله بازی مردمی هستن اصلا شناسنامهش نیست. آماری که جنند
مقامات رژیم اعلام کردن حدود 150,000 نفر بلوچ به شناسنامه‌شان نیستی، شناسنامه‌اش ندهند. مسئله بهداشت، مسئله درمان و مسئله جاده، ما شما گفتن جاده بلوچستان جاده مرگن در واقع، روزانه چیچو بلوچ مرگن طریق جاده، یعنی در واقع تمام این سیاستان مردم بیچاره، سیاستان امنیتی که نظام هیر کردن داخل بلوچستان چی پیش داری که یه سیستم، یه نظام هدفی که هستنی در واقع هدف ایبن برای مردم بلوچ و بیکار کردن و بیروزگار کردن مردم بلوچه که مردم بلوچ مجبور ببند که خاکا ترک بکنن تو برایند، یعنی بلوچستان ترک بکنن برایند، هنچوش که ما پیشتر هم شاهد یک سری مهاجرت بوده این در زمانهای حمله قاجار که بازم بلوچی که بلوچستان در کپته هرچی خلیج شدگن، هرچی شدن که سند و کراچی ها که مروچی مانگنده که 5-6 میلیون بلوچ کراچی تو که زندگی کردن، یه بلوچان گشت بلوچستان غربی ها مهاجرت شدگن که تقریبا نصف جمعیت بلوچستان که بلوچستان در کپته به خاطر فشارهایی که نظاما وارد کردن. و دقیقا یه نظام، یه سیستم هم همچین سیاست رنده رو دنبال کنن که مردم بلوچستان ها رها بکنن تو برن تو جای دیگه زندگی بکنن تا یه خاک تحویل بگیرن. زندگ باته واجه کد خدایی و ما پدا سنگت آرش خانزایی نمیگرین امی موضوع ادامه ها جست کنه که مهاجرت باره انچو که واجه کد خدایی هم توضیح داد. برال بلوچ شما هم گوشت که بلوچ مجبورن سوخت بری بکنند. من جستشد که بلوچم پرچی ایران آدگه استان هم مهاجرت نکنه پر کار واسطه چیزی که ایران حکومت وقتی سیاست نلوچید. بله پدا هم این چیز ایران حکومت برخورد عجیبه بلوچ آنگون پرچه که بوشهر شهرداری هم پیسرا یک بلاکار دیجاته که بلوچ هم افغانیان دلوگ اجاره مدیان چون که سنگت محمد اشاره کد سبزوار شهری که ودا خراسان آی فرماندار هم گوشته که بلوچ هم باید کوچه اجباری ببند پرچه دا جمعیت باز بیته و دلیل وطیه ابر هم آیا تفاوت فرهنگی مردمانی گوشته، یعنی اشان فرهنگ گوشته که من شهر زیبایی واسطه مشکل است، من از آن یعنی مشکل چیه پس زیبایی. بله شما من واسطه توضیح بدید چی واسطه ایران ام حکومت یه برخورده بلوچن گادگه استان تو که همشه که شهروندان یزد تو که مثلا ابتگه در وچ پیش یک بلوچه به هر حال عمله کنه بیت بلوچه سرا و شهروند عادی های سر عمله کنه نه حکومت. ایشه که شما توضیح بدید چی واسطه ایرانی‌ها چون برخورد نجات پرستانی گون بلوچم و اگر گو خارجی هم ما بیچارین گون افغان چون برخورد نجات پرستانی کنند. اگر بلوچن تفاوت فرهنگی مشکل پس زیبایی ایران شهرانی گو ایرانیگا پرچه ما را مثلا عقد تعیین سرنوشت ندیه پرچه ما را مسیر استقلال گوره مدیه مگرند. شما واسطه این مسائل توضیح بده. مت خدمت عرض کنه جان جان چون که واجهات خدایی و اولی مسئله ایشه که جمهوری اسلامی در واقع یعنی سیاستی که است سیاست توسعه سواحل مکبران یا ما در واقع لوتی مشون تیاب دپا کلن و تیگی بکن تصرف بکن طبق سیاست شی هدفشه که بلوچ مهاجرت بکنه توی ملک بخاطر همشه کاری درو از بین برتگان بلوچ بیکار کتگان بلوچ هم که سوخت بری کنه شان روز پوشیده و بلوچ بچه مهاجرت نکنن نرون دیگه جانا بلوچانی خدمت عرض کنم مهاجرت کنه که باعثشه که یک دو مورد تو اشاره کردم که متاسفانه دیگه جای ایرانیان بلوچان باز قبول نکنند و کارش ندین اولا و اگر کارش هم دین با تبعیض قائل بیانته و حتی لوگ دیگه همش مشکل است لوگ گرگا مشکل است دیگه جای و دیگه باعثی هم که هسته بلوچان تو که بعضی قشر در واقع قشر تحصیل کرده هستی که بیکارن و این قشر تحصیل کرده اولت خدمت عرض کنه که کسانی که مهاجرت کنن رو دیگه جای ال کارگری لوٹن بکنن سر مزار و این گورانگور همیشه هم تبعیض قائل به اذیت کنن دیگه جای ایران و قشر تحصیل کرده که لوٹی بروته آگو دیگه جان کار بکنته آیا انتظار است که این چه مدت درسی وانتا و تحصیلی کته بروته دیگه جای دغل یک کار شرعی نبیت و تی ملک تو کا و استخدامیان درست غیر بومیان دانته دنی ملک کارگان طبق سیاست تصرف سواحل مکبران و بلوچ رو دیگه جایا هیچ گونه کار اداری ندیه یعنی استخدامی اداری دولتی شرکتی بکننته نکننته کار نکننته
و در نتیجه بعضی چه همین کسانی که تحصیل کرده ہیں و تی ملک تو کا مجبور بلوچستان تو ملک مردم مانی ته مردم واش بیتی ملک بله چه بیکاری همین هم کار سوختبری رنده چون کاری نیست استخدامی درو دست غیر بومیانا یعنی ماشوا بیچاره چابارا یکی چه استراتژیک ملکان بلوچستان در واقع ایران یعنی اگر ایران ماروتی بزن ماوشه که مارا بل وسره بین بل ایران مارا نو وایل کنته نوتی کنته چابار تو که آرتگی یک کسی شخص سپاهی فرمانداری کتا یعنی چابار تو که ماشون بیچاره یا بلوچستان تو که هزاران بلوچ هستن که لیاقت پست هستنه بله رژیم کاری یک سپاهیه و ایشون که اصلا پرچی سپاهی باید بیت کار اداری بکن یا کار بیت سیاست تو که وارد بیت یک مسئله یلا ملوٹا کمل که مسئله پشتر بکنه جان زیب جنگان اجازه ده اگر ما شما همه ایران وطی قانون نه بچارین الا ایران قانون و اصلا کلا جدا نه چه قوانین بین المللی بله همه وقت قانون نه که وقتی یا تصویب کتگه همه قانون نه بچارنی نیروی نظامی حق دخالت در سیاست تو که نیسته مثلا چند تا قانون اگر مردم بچاره یکی قانون مثلا مجازات جرائم نیروی مسلح ماده 40 تو که یه چیز ذکر بیت ممنوعیت نظامیان در فعالیت سیاسی و چند چیزا و ماده 29 قانون ارتش تو که یه چیز ذکر بیت ماده 16 قانون استخدامی سپاه تو که یه چیز ذکر بیت و ماده 47 اساسنامه سپاه تو که یه چیز ذکر بیت که ممنوعیت است نظامیان در کارهای سیاسی و فرماندار در واقع نماینده ارشد سیاسی یک منطقه یک شهرستانیه نماینده ارشد دولت این کار سیاسی پرچی باید بیت سپاهی فرمانداری بیت ما شما بیچاره مسائل تبعیضا هم ماشون وتی ملک تو که کار درست ما را گفتگان و هم اشین که دیگه جام که ما شما مهاجرت اگر بکنم بروانته او دا هم شما تبعیض قائل بیانته نیلانته الا بخاطر گوشنته که ماشون فرنگ یکنه وقتی که ماشون فرنگ یکنه ماشون زبان یکنه گورا ما درخواست و همیشه اینا بلوچان درخواست همیشه گورا بل نه موتی ملک واتد کنه وتی فرنگ سره چون ما ملک هم مارا نیلتن دیگه جام نیلانته نه گپ همیشه که متاسفانه تبعیضاتی که دیگه جهان پا بلوچ اشتیاقی نیستن اولش که وقتی ملک تو کننده گوشتره بیتن اگر کاری بیتن ولی بیکاری چه برای که سوختبری تو که کوشک ما بیانته روان دیگه ملک کار کنه او هم تبعیض بیتن به خاطر همین مسائل ممکنه باز چه همه شکل مهاجرت بکن به دیگه ملکان تو که ایران تو که زندگی بکنته و رمودن هندی سوختبری کن گوت جهان علیه کنته جی زندگ بات واجه آرش باز منتوار چه شما توضیحاتانی واجه محمد کد خدای شما هم شکل مالوته یه موضوع ببنده یه موضوع باره موتی آخری جسته کنم ما شما پدا ادامه یا دیگه موضوع حقوق بشری ادامه دیم یه موضوعشه که ایران به هر حال چیزی که سیاست ایران نشان دهه در عمل بلوچان هم وقتی ملک تو که اجازه کار و فعالیت دهه و نه بلوچان به هر حال شهرین برخورده کنه آدیگه استانان تو که یعنی لوتی بلوچان مهاجرت بکنه و گشته کوشش کنه که بلوچان مهاجرت بکنه چه کلا این ملکا در ببند حتی تا ایران مرزا هم خارج ببند شما واسه توضیح بده که پرچه ایران لوتی یک کارا بکن و بلوچانی که خارج بیتگند حالا بلوچ کشورهای که حاشیه خلیج است باز عربی ملکا آن وضعیت چطوره ودا بلوچ برال درسته بلوچ شهروند آ کشوران نه هم بازی نه ودا فقط به عنوان کارمند و کارگر کار کنه که اخبارانی رساگه یه بڑا اخبار نشان دهگان که ایشان حتی حق تحصیل و دیگه بازی حقوقی محرومند شما توضیح بده که ودا بلوچان وضعیت چطوره و بلوچایی که چه مغربی بلوچستان ها به پاکستان یا افغانستان روان چطورند مثلا مهاجرت بلوچان در واقع چندین مرحله بود. مرحله اولی که زمان قاجار حمله قاجار بوده که بازی بلوچ مهاجرت کشورهای عربی که مروشی ما گندن که نصف جمعیت عمان تقریبا بلوچ همچون نصف جمعیت امارات
بلوچ هم و بودن مقیم هم که اماراتی و عمانی هم بودن، یعنی هیچ گونه فرقی گو عربانی که بودن زندگی کردنشان نیست. ما هنچو گندگن که شاهد پیشرفت‌های دستاوردهای مهمی برای کشوران هستن که چون در واقع که آزاد بودن تو تبعیض قائل نبودن. بحرین بگیرید تا امارات بگیرید تا کشور عمان بگیرید که بودن بلوچ شغلای در سطح بالا و وزیر و رئیس و یعنی هیچ گونه محدودیت در شغلش نبوده و نیستنش و هنوز ما چندین وزیر بلوچ در بحرین و امارات و کشور عمان هستیم، در صورتی که ما را یک فرمانداری هم که چهبار توکا لایق نزان که جمهوری اسلامی یا یک استانداری هم اجازه نداده و چی پیش داری که ایران که بلوچستانش اشغال کرده در واقع مردم بلوچ نلوده، فقط همین خاک لوده، همین سرزمین لوده و بلوچ به عنوان یک مزاحم حساب بیتن که به هر شکلی که بود کنته که یه خاک ترک بکنتن و بچه که بلوچستان یک سرزمین بسیار غنی، یک منطقه در واقع جغرافیایی هستن که از نظر اقتصادی، از نظر سوغلجشی سکه مهمی نقطه جغرافی دنیا ہے. بچه که ودا اولین راهی که اولین جایی که طریق دریا که وارد آسیا بیه، چه اروپا بگیری چه آفریقا بیه، تو وارد بلوچستان بیه. این در واقع بلوچستان ودا شروع بودن، یعنی از طریق راههای دریایی شروع بودن تا برو به هند و چین و آسیای مرکزی برسیدیم. همچین نکته که بلوچستان هستیم از لحاظ تجاری بسیار مهمه که در واقع همچین سرمایه گذاری کنن، هم کشورهای دیگه سرمایه گذاری کنن که به این نقطه جغرافیایی بلوچستان تسلطش بودن، بچه که اقتصاد دنیا بستگی به موقعیت جغرافیایی هست در چه موقعیت جغرافیایی قرار گرفته که بلوچستان که بهترین جهان دنیا هست که بودن تجارت تان رونق بگیریدن، بچه که راهی هم په دریا هستیم، هم په اروپا، هم په آفریقا و هم په آسیا که بودن هر سگاره در واقع هوری وصل کنته به شکلی به نمونه و سواحل مکران هست، سواحل بسیار غنیه، نفت و گازی که بودن هستن، منابع طبیعی هستن، طلایی که هستن، تمام یعنی مردم بلوچ در یک سرزمینی زندگی کنن که چرپاد آیان گنج در واقع و یه مردم نباید چوش تغییر ببودن که ما گندن که بلوچی دبایی چند کیلومتر انگشتر که بلوچستانه که مردمان وضعیت چونکان که ما یه طرف دریان که بازی فاصله نیستن می وضعیت چونکان، در صورتی که 50 سال پیش می وضعیت باز بهتر که آنی وضعیت بوده که همین 50 سال پیش آنی وضعیت بدل بوده. متاسفانه که ما به خاطر که ترکوب و سیاست هایی که دولت های مرکزی معمولا نسبت بلوچستان هسته، هم مسئله امنیتی و تهدیدی که مثلا بلوچ یک تهدید پادزانند، یه سیاستان دیما برگند که بلوچ رو نابود بکنند تو در فقر و فلاکتی بدارند یا که مهاجرت بکنند و شین همین مثلا هم در پاکستان هسته، همین مثلا در افغانستان هسته، همین مثلا در ایران هسته. در واقع یه سه کشوران تقریبا یک نمونه برخوردش بلوچ هست، یعنی بلوچ فرق نکنه زمانی که مهاجرت بکنه پروتین فکر کنم در پاکستان وضعیت بهتر بوده، در افغانستان وضعیت بهتر بوده یا در ایران وضعیت بهتر بوده، یعنی یه سه ملکان وضعیت بلوچان شهر نه بلکه کشور عربی که بلوچ مهاجرت کرده آنی وضعیت فرق کنه که بودن مقیم بودن که بودنی معمولا خب ما شما گنده که بلوچ باید هم دیسته و زانند که آنی وضعیت در چه حالتی و در چه وضعیتی که قرار گرفتن. جی واجکت خدایی منتوار چشم توضیحاتانی. البته ما یه بحثا تمام کنیم در ادامه ما دیگه حقوق بشری بحثی ادامه دهیم. فقط من لوته یه چیز هم اشاره بکنم که منی منظور چه بلوچانی که برای عربی کشوران تو که محروم چلاتی امکانات آبلوچان نه که شهروند کشوران یا سیتیزن چه شما باید اشاره کد عمان 45% جمعیتی بلوچند که آیا برابرند تو عربان، ولی دیگه بازین مدارک ایران یا پاکستان
که معمولا گو مدارک پاکستانی مهاجرتش کته آمول کن تو که و به عنوان کارگر پاکستانی بوده کار کنگان چلاتی امکانات تحصیلی و غیره محرومند. البته نه تنها بلوچانی مهاجر ببین بازی مهاجری بوده میبرین که با سازمان ملل هم بازی وادیه که فشار آرگین که ایشان یک حقوقی چه عربی دولت هم بگیری بدن. البته وظیفه ایران یا پاکستان دولت که ایشان حقوقی بدن چه که یہ اصلا وقتی ملک یلو داتا چه ظلم و زور ایران حکومت برال فراری بیتگم. ما ادامه برنامه یک بحث حقوق بشریه که سازمان عفو بین الملل نیزیتان یک گزارش داده در موردش که زندانیانی که ایران زندانان دوکا برال سیستماتیک چه دارو و درمان محروم بند یا مشکوک شکلی کشک بند یا میشه که درمان محروم تو وقت ودا بمیرند ایران حکومتشان برال به حد مرگ بارت رسینی. اتفاقا یه گزارش نامی هم که تک زندانیانی که مرگ انتظار نشتگند. واجه آرش خانزهی شما توضیح بدید که یه زندانیان چی واسه ایران یه برخورده کند و عفو بین الملل گوشی یک مزنه برای چه زندانیان بلوچند. آیا بلوچانی زندانیان که ایران تو کند یه اکثرا هم سیاسی زندانیان چی واسه بلوچانی اصلا سیاسی جودکار که فقط یه حقوقو که مطرح کنن ایرانشان چی واسه چوشین برخورده کرد ایران تورس چه یه بلوچ سیاسی جودکارن چی هست؟ البته ایران بلوچستان تو که زندانیانی که بلوچ ایران تو که زندانیان ما شما زانه که شان اکثرا فعالین سیاسی ہیں بله ایران شکایت اتهامات دیگری وارد کنته از جمله اتهامات مواد مخدرشان وارد کنته اتهامات قتل وارد کنته به ای جرمشان زندانی کنته و اعدامشان کنته. اگر ما شما بچاریم یعنی گزارشی که سازمان عفو بین الملل ارائه کرده بعد از زندان فکر کنم مشهد و کرج زایدان گشترین اعدامی است و زایدان زندان تو که کسانی که اعدام بیتگن درو بلوچ بیتگن و علاوه بر اشی هم که ما شما بچاریم که بلوچان زایدان زندان تو که اعدام بیتگن چندین بلکه ده نفر دیگه بلوچ بیتگن که دیگه زندانان تو که اعدام بیتگن که آمار متاسفانه جز آمار اعدام شده شهروندان بلوچ نیاد کنن فقط آماری که آمار اعدامی در زندان اعلامش کرده و که زایدان سومیه بعد از مشهد و کرج. بعد که اگر ما شما بر اساس جمعیت هم بچاره به نسبت بگیریم به جمعیت گروه گشترین اعدامی با بلوچان بیتگم و ایشون که شما سوالش که جانزی پرچه که ایران گو زندانیان برخورد کنده ایران رژیم جمهوری اسلامی کل ایران و مخصوصا مناطقی که رژیم هم سونه مثل بلوچستان و کردستان و الاهواز و این مناطق کلا این منطقه تبدیل به زندانی کردن. کسانی که زندان میلیانی پشتان آیانی عذاب گشترین به قول شما آیا چه هر گونه حقوق انسانی محروم و که کسانی که زندان پشتانه میلیانی پشتانه آیا هم زندانی حساب بیانته آیا هم چیز خیلی از حقوق محروم آیا حق نیست که تی گپا بکنن و اشی که فقط باید همسو رژیم ببینم اجازه اشنه که دیگه گپ بکنه و این سیاست رژیم جمهوری اسلامیه که کلا زندانیان تحت فشار قرار بدن مخصوصا زندانیان سیاسی و فعالین سیاسی بگیری زندان بکنن و شکنجه بکن و نهایتا به اتهامات دیگه آن اعدام بکنن چون اگر به اتهام سیاسی اعدام بکنن گشتر زیر سوال شده البته در جامعه جهانی و گشتر زیر سوال رو مجبوری که دیگه اتهام بجنته و ترسی هم میشن. خب مشخص ترسی چیه چه فعالین سیاسیه فعالین سیاسی کاری که کنن که واشانی هدفشه که آگاهی سازی مردم آگاه ببینن چه وضعیت چه حقوق و اگر مردم آگاه بودن مردم اجازه ندهند که رژیم جمهوری اسلامی یا جمهوری اسلامی ایران و پاکستان متاسفانه دو اینا نام تو کام اسلام اورن که اسلامش هم بدنام کته این موضوع اشانی کار میشه که یعنی فقط ملک چپاول بکنن ملک غارت بکنن ای
چی از ببرند مواد معدنی است هر چی است ملک تو از ببرند پواتاره و اگر مردم آگاه بیان چه یک حقوق و برا شان جلو گرگ بیتن در نتیجه ایران و پاکستان مسترین طور هم چه فعالین سیاسی همیشه که مردم آگاه بیان من نزان حالا جست جواب مکمل داد یا نه حالت نقطه بلکه من جی زنده باد جان جان مهربانی شما واجه سلامت واجه کد خدایی شما چه که میں وعد کامنت ما کوشش کنیم موضوع زیت به زیت مطرح بکنیم در ادامه همین موضوع بیرال باشه که ایران این چون نفر گرگ زندان کنه اعدام کنه با این وجود ایران مدعیه که من به خاطر تامین امنیت یک کار کنه بله شکه بلوچستان هنی هر روز اخبار آیگین که برال قتل و ترور بیگان شهروند ودا به دست افراد مسلح ناشناس یا افراد مسلح ناشناس کیند و چی واسطه حکومت گو افراد مسلح ناشناس برخورد نکنه که با وجود ایشی که حکومت به هر حال بازم بودجه امنیتی و نظامی و هزینه کنه و یه بودجه نظامی حتی وزیر کشور دوره روحانی هم گوشت که ما 2 برابر نیازهای یه استان ده بودجه نظامی هزینه کنه شما واسه توضیح بدیه که با وجود این چه بودجه نظامی و امنیتی و سرکوبی که جمهوری اسلامی کنه پدا پرچه نتوانی امنیت برقرار بکن پرچه پدا تبلیغات کن که استان ناامنه دقیقاً به خاطر این امنیت فقط مسئله بلوچ یعنی بلوچان امنیت نیستن. اگر ما یک کم گذشته بچاره یعنی رنچ انقلاب 57 تا که انقلاب بود مسئله که بلوچستان پیش رفت که درگیری طایفه‌ای است. یعنی درگیری طایفه‌ای شدتی پیدا که بلوچستان تو کا دقیقاً عاملی خود رژیم است چون یک بنابر اختلافات کم ممکنه که بلوچستان یک دیگه هست طایفه یک دیگه هست یک سپاه حمایت کو یک کمیته حمایت کو و مردمانش کو همدیگر جنگ داده و بازی مردم اعتراض شک بود مردم متوجه بودن که شین سیاست رژیم و بعد شروعش به صلح و صلاح کردن و یه مسئله کمی وقت کمتر بود ولی اخیرا پدا هم گسترشی پیدا کرده پس که مسئله اختلاف در بین بلوچ همیشه بوده ولی زمانی که بلوچ اختلافی هسته اگر یک داره کشی گوشی من کشته یعنی نام گرید که یعنی چوشنه براساس فرهنگی که هسته اختلافاتی که هسته که معمولا گوشی ولی قتل هایی که الان که مرموزن که جانه کینه شی نتوان بلوچ بوده پس که بر اساس اختلافاتی که بلوچان گویا یک دیگه هسته هر زمانه که جنگ جره بیا یک درجه رد و گوشن که یک کار ما کتا و شین بخش چه ما مسئله اختلاف و بیرگیری این که معمولا بلوچان هستن ولی اخیراً یه سیستم یه نظام معمولا در جهت ناامن کردن بلوچستان بوده یه تجربه در واقع در عراق هم پیش رفت که سپاه قدس یک کار کو بین شیعه و سنی معمولا اختلاف دورده هر چو یک دریجت معلومه که ها جنگی یه کاری در سوریه هم گوته یه کار کنگی که معمولا بین مردم و اختلاف دورده و اخیراً جاهای یه کار همه سیاستی که در عراق و سوریه استفاده کنه یه کار در بلوچستان هم کنگی که یعنی مردمان بیگناه مبتنا حق جنگند معلومه که حاجته و شین در واقع یک نوع ناامنی طور سیلوتی که در بین جامعه بلوچستان دور بداتن که یک کار کنگن که در واقع هدفی در واقع ایجاد ناامن کنگ و ترس و رعب و وحشت در جامعه بلوچستان کشی هیچ گونه ربطی به قتل‌های طایفه‌ای نیستن قتل‌های طایفه‌ای شکل نمونهش فرق کنند و قتل‌هایی که ناشناس هم معمولا شکل نمونهش فرق کنند شین بر اساس آبابت جامعه ما هستیم متاسفانه بیرگیری هستیم جامعه توکا ولی یه قتل‌های ناشناس در واقع دست خود رژیم در واقع هدفی در واقع رعب و وحشت ناامن کردن بلوچستان یا در واقع هم گرگ بودجه در واقع کل بودجه معمولا مرکز معمولا نیروی امنیتی که در بلوچستان هستن کل بودجه مرکز گرند که میلیاردها تومان و دلار گرند که ما امنیت بلوچستان حفظ کنیم که
بلوچستان منطقه ناامنی، اگر ما بلوچستان حفظ مکنیم ممکنه بلوچستان جدا بوده، یا که بالاخره شیعیان حمله بکنن تو، شیعه کشی بکنن تو. یعنی یک ترس و وحشت کلا مقاماتی که در تهران و جای دیگه هستن، یه نیروانی که در هستن، یه سیستم استفاده کنن که یک سری بودجه و پول و شام بگیرن که معمولا که یه کار هم کنن. ولی در واقع هدف ناامنی بلوچستان جرند نظام، چون اگه بلوچستان ناامن بوده یه نیروهایی که ودا هستن شان بودجه نرسیده، ممکن پولش نرسیده و به همین خاطر گشتر بلوچا جنان تو کشان تو و منطقه ناامن کنن که هم مشکل پر بلوچ عد بوده، هم مشکل به غیر بلوچ عد بوده، هم تجارت نبوده، هم اقتصاد نبوده، هم یه طریق جامعه هم پناهبودی کشک بوده که در واقع بازی اهداف طی طریقشان دنبال کنن و نامکنگ بلوچستان و یکی همه قتل‌های ناشناس این که معمولا خب رژیم که مدعی این که اینچو اطلاعاتی هسته، اینچو نیروی هسته، اینچو مخبری هسته، اینچو دوربینی هسته در خیابان‌های مختلف، دوربین مدار بسته‌ای هسته، چطور نتوان یه شانی که قتل‌های ناشناس بیاگن شانا دستگیر بکنن تشخیص بداتن رو شانا بگیریدیم. متاسفانه شان جایی که طریق خود اطلاعات رژیم یک قتلان صورت گرفتن. زندگ بات واجکت خدایی. متاسفانه ما زمان برنامه الاس بید زمان کمت. ما دو موضوع آخر، یکی گزارش سازمان عفو بین الملل و یکیش اینکه شهروندانی که بلوچستان تو که توسط افراد ناشناس که برای حکومت مدعیه که ناشناسان دست کشک بیگانند. یه دو موضوع ما دیگه دیوانی پدا ادامه ایشان باره بحث کنید. مهربانی چه سنگت آرش خانزایی و سیاسی جودکار که گما امراه و سنگت محمد کت خدایی انچو سیاسی جودکار ما برنامه تمام کنیم. یک موزیک که صحنه های چه بلوچستان کولبران و بلوچستان سوختبران و کردستانی کولبرانی تصاویر و اشانگو امراهین گوش به شما پخش کنیم. برای یه دو ملتن که سیستماتیک بیکار کنک بیتگن و مجبورن کولبری و سوختبری بکنند. بانو واجهان شما شبواش دمی دیوانه پدا ما شما گپ پتران برنامه ها این موضوعاتی که مرچی منتن ادامه دهیم. منتوار. در پادره تی زمین سرا کشن سارے نگا تی بندہ ہوگا